بارالله من بر عهد و وعدی که به تو دادم به اندازه استطاعتم پایبندی میکنم، متعهد میشوم به اندازه استطاعتم و خداوندم نمیخواد تو بیشتر از استطاعت به خدا تعهد بدید. اگر اینطور بود باید 24 ساعت نماز میخوندید. در نتیجه سر سفره نشستن کنار همسر و بچه ها و لقمه تو دهان زن و بچت گذاشتنم گفته اینم عبادته، که از حرکت یک نواخت خسته نشید، زده نشید. گفته تفریح سالمم عبادته، کارم عبادته. اگر همش نماز عبادت بود آدم از پا در می آمد، خسته می شد. یک نواخت این 5 نماز به خاطر رفع غفلته، وگرنه کل زندگی انسان نمازه. کسی که به خدا وصله همه چیزش نمازه، خوابش هم نمازه، تو باغ و بوستان کار کردنش هم نمازه. اگر تعریف عبادت رو وسیع تر بکنیم که عبادت اسم جامعی است برای هر قول و عملی که خدا و رسول خدا دوست بدارن و دستور بدن، چه ظاهری چه باطنی، و از انجامش خوشنود بشن. این تعریف عبادته. ما 24 ساعت در شبانه روز داریم، 5 تا نماز داریم، 5 تا 10 دقیقه، 50 دقیقه. اگه 5 تا نماز خوب بخونید تو بهشتی هستید، حتی اگه نافله هم نخونید، سنت قبلیه، بعدیه، تهجد، تراویح، هیچ هم نخونید، 5 تا نماز اصلی فرض درست بخونید تو بهشتی هستید. روزه رمضان اگه درست بگیرید بهشتی هستید. زکات واجبت هم درست بدید، همین 3 تا کافیه بعد از شهادتین. اگه استطاعت حج هم دارید حج برید. 5 تا 10 دقیقه، 50 دقیقه عبادت، اگر نماز عبادت باشه کمتر از 1 ساعت، یعنی شما 23 ساعت و 10 دقیقه دیگه اضافه دارید. اگر رابطه عبد با رب فقط با نماز باشه، فقط 50 دقیقه تو با خدا هستید. 23 ساعت و 10 دقیقه دیگه بی خدا هستید. از صبح که میری مغازه تا ظهر که برمیگردید سر سفره مینشینید، معذرت میخوام خلا میرید، حمام میرید، استحمام میکنید، بعد از ظهر میرید تفریح میرید، همش رابطه تو با خدا قطعه، چون تو عبادت نیستید. ولی فضل خدا چقدر وسیعه. گفته رابطه قلبی خودتو با من حفظ بکن تو نمازید. حتی وقت بیل زدنت پارچه رو مت میکنید، آدکلون رو بسته بندی میکنید، در خدمت خانواده هستید، در خدمت دوست هستید. حتی گله میکنه خداوند، میگه اگر ای بنده من درخواست ملاقاتی از تو کردم که بیاید به دیدنم، چرا نیامدید؟ میگه بارالله تو بالای عرشی، من کجا به دیدنت بیام؟ میگه فلان بنده من مریض شد نرفتی پیشش، اگه میرفتی پیشش من پیشش بودم، من اونجا میدیدید. همش میخواد ارتباط بده و ربط بین من و تو و الله نیت قلبی است. اینو درست کن، تو هر کجا که هستی تو نمازی.